روز زمستان هم اومد خیلی در روز زمستان چه خیلی باید آدم باشه درد دیل میرونه یک قصه به خاطر اومد که تو دادری یا چه میگیم ده مکتب درس میشوه درس آدم فهمیدی معلم میخزید دختره که میخزونه آدمیزاد من همی آدمیزاد من همی زنگه بعد نوف چیه دختره میروی میرایسی یا دختره که دیگه میخزونه عظیم و بعد نوف چیه بعد نوف معلم ایش هم میروی میره سیم دختره که میخزونه پردیل بعد نوف چیه بعد نوف معلم جان متکه دیده خدازدو بعد نوف متکه با سلام علیکم برادرها این روزی اودیخ بوده امروز روزی بزرگ این پیش یکا یوبانی میگه گو این پیش یکا یوبانی ده نیام باشین سلام گرم مجشان به تمام مخلصای شیر محمد خوش آمدی برادر نوری دیده تا دیره واسکرسیان نیره باید اینه چی خدمت کنه برایش که چیکار کنم یگان کو امی یگان چی بگی یگان قیسی واسکرسیانی بگیریم کیف کنه نه بچه کو خدام بگیرن قصه درباره جیزن میره و نیمت گوش کنین اول معنیش بفهمیم نخندین معنیش بفهمیم بخندین پدر پسر ای کودکیش مهربانی خطی کلان میکنه بچه الیگارخ میشه الیگارخ فهمیدی پدر در قصر میسازه ماشینای واهیمه میخره تمام خشای زندگی رو میکنه پدر روز به روز پیر میشه یه روز پیش پدر میگه پدری عزیز مهربان من قرض پسری من ادا کردم پدر هم خیلی سرش میخوابه همیت میکنه میخنده میگه نه میگه چی نه میگه قرض پسری تا ادا نکردی من ترالی بخشیده نمیتونم یک قرضی وجه نماندگی وقتی تو مایدق بدی نوک چولی تده نمک جمع شید میخوری میفشونم پف میکنم انمی کارو باید تکلی با ما قرضی فرزندید ادا شده میبخشم